خبر نداره امام زمان پیغام بده ماه مبارک رمضان پارسال که امام زمان علیه السلام روز 13 ماه رمضان تو جمع کران خدمت یکی از علما خدمت آقا رسید، میگه دیدم چشمای مهدی فاطمه کوچولو شده، زیر چشمای امام زمان کبود شده. گفتم آقا چرا به این روز افتادید؟ فرمود از بس شیعه ها گناه میکنند و من اذیت هم میکنم. من از دست شیعه هم به این روز افتادم، من از سنی ها توقع ندارم. این کلام امام زمان. من از زرتشتی ها و بهایی ها و مسیحی ها و یهودی ها توقع ندارم، من از بودایی ها و هندوها توقع ندارم، از بچه شیعه های خودم توقع دارم. شما که معتقدید ابن الحسن میگید امام زمان تو کار هست، شما چرا گناه میکنید؟ شما چرا معصیت میکنید؟ شما چرا چشماتون آلوده شده؟ شما چرا شکماتون پر از حرون شده؟ شما چرا با کاسبیاتون قلب مهدی رو میشکنید؟ شما چرا رباخور و نزول خود شدید؟ شما چرا اینقدر آمار طلاقتون رفته بالا؟ شما چرا آبرومند امام زمان رو تو دنیا میبرید؟ امام زمان از دست من و تو دلش خونه، از دست من و تو، نه از دست سنی ها، نه از دست بهایی ها. اونا که مال امام زمان میشن، مثلا کاری با حجت ابن الحسن. امام زمان میگه هی میگی ابن الحسن گناه میکنی؟ آقا فرموده بود مردم گناه میکنن، من شب صبح باید گریه بکنم بگم خدایا به خاطر من ببخشش. این گریه کنه حسین، این مشکی پوش حسین من، این برای مادر کتک خوردم گریه کرده، به خاطر گریه هاش خدایا ببخشش. من هی باید واسطه بشم عذاب نیاد برای شما. مهدی برای ما گریه میکنه، چرا ما برای مهدی گریه نکنیم؟ جوانی که شب میخوابه صبح بدون این که نیت کنه صبح بیدار بشه نماز صبح، اصلا دیگه تفکر نماز نیست. این جوان میتونه بگه من شیعه حجت ابن الحسنم؟ حالا یه جوانی شب میخوابه به نیتی که صبح بلند نماز صبح بخونه، بیدار میشه بینه مثلا 9 صبح، نیت داشته و خوابیده بیدار نشده، خوب کرده موبایلشو بیدار نشده، زنگ خوب کرده و بیدار نشده. خب النوم اخل موت. آقا میخوابه بدون اینکه نیت کنه صبح بلند میشه 2 رکعت نماز بخونه، بعد از نماز بگه خدایا به حق این نماز صبح فرج آقامو برسون. این جوانی که نه اهل نماز، نه اهل خدا، نه اهل تهجده، خودش شیعه مهدی میدونه، این قلب امام زمان تیکه تیکه نمیکنه؟ دختر شیعه که با مانتو میان، چادر فاطمه گذاشت کنار، حالا هم که دیگه مانتو تموم شد، با پیرن شلوار دارن میان تو جامعه. گوشش حیا، اگه یه نصف حیا هم توی جامعه بود، اون نصف هم دیگه نیست. و این خانمی که حوضک کرده دوزک کرده خودش درست میکنه، میاد تو کوچه میته میده جلو نامحرما. دختری که تا چشمش بیفته به یه جوان نیشش تا پناگوشش بازه، با چشمش داره هرزگی میکنه. این دختر شیعه قلب مهدی رو تیکه تیکه نمیکنه؟ این زنی که حقنم آرایش میکنه تو مجلس نامحرما میاد، این سیلی به حجت ابن الحسن نمیزنه. امام زمان دست کی دلش خونه؟ دست مسیحی ها؟ یهودی ها؟ یا چاپ شیعه مثل من شما؟ گریه کنید برای امام زمانتون، توبه کنید با گریه کردنتون برای خون امام زمان. تا کجا گریه کنید؟ تا اونجا که قلب مهدی رو به دست بیاریم، تا اونجا که گریه بکنیم امام زمان به گریه هامون ترحم کنیم. یه کاری کنید برای امام زمان. نماز میخونه، نه یه قنوتی، نه یه اللهم کن لولی یکی، هیچ به کجا؟ نماز، اونا که نماز میخونن نمازشون بو امام زمان نمیده. شما نذر رو برو نگاه کن، آمار نذر رو بگید چند تا سفره پهن میکنن برای فرج امام زمان، چند تا سفره پهن میکنن برای که مریضشون رو شفا بده خدا، خونه دار بشن، ماشین دار بشن، بچه دار بشن،
قرضشون ادا بشه. دعاهای مردم آدم بیاد جمع کنه، خودت که دعا میکنی چند تا دعاها برای حجت ابن الحسن، آرزوات و عدل بیروز بیرون بید چند تا آرزوات مال امام زمان. امام زمان توی دل ما داریم، تو خونه ما داریم. دخترت الله مکنه ولی یکی یادش دادی بچه بچلو تو شعرهایی که تو تلویزیون میخونند و همه رو حفظن، همه رو، تمام خواننده ها رو میشناسه بچه، تمام هنرپیشا رو میشناسه، تمام فوتبالیست ها رو میشناسه، همه برنامه ها رو میدونه، شنبه کانال یک چی داره، دوشنبه چی داره، کدوم سریال کی پخش میشه، همه حواسه رفته تو این تلویزیون، تو این قوطی جادو و سحرآمیز. ولی پسر خبر داره، دختر خبر داره امام زمان اسمش چیه، قرار کی بیاد، برای چی نمیاد. اینقدر که سریال رو دنبال میکنید ببینید این سریال بعدش چی میشه. وقتی هم نبینی از خط تو میپرسی دیشب من خوابم برد نتونستم ببینم، پرسیدی این جمعه چه خبر، از امام زمان چه خبر. به اندازه یه سریال برای حجت ابن الحسن ارزش قائلیم، به اندازه یه فیلم سینمایی، به اندازه یه مسابقه فوتبال جوونا که چند شدند کی برد و کی باخت، به اندازه یه توپ ورزشی برای حجت ابن الحسن ارزش قائلیم. چقدر مایه اومدی برای امام زمانه، مگه شیعه نیستی شما؟ از کی سوال کرد؟ پیش کی رفتی؟